ضمن نشست مطبوعاتی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه ابراز گردید که سال 2025 از جانب 854 کارخانه صنعتی حجم استحصال محصولات با مبلغ بیش از 6.8 میلیارد سومانی برابر گردید که نسبت به همین دوره سال 2024 1.6 میلیارد سومانی زیاد بوده. سرعت افزایش 126% را تشکیل می‌دهد. همزمان ابراز گردید که با مقصد باز هم آباد و زیبا گردانیدن کوچه و خیابان‌های پایتخت دوم 9 سال اخیر 2.2 میلیون بیخ درخت و بوته‌ها، 132 میلیون گل‌های موسمی و بسیار ساله شنونده شده، 2.5 میلیون متر مربع میدان میسه‌زار و چمنزار تشکیل کرده شده است. سیاحی یکی از ساحه‌های مهم معرفی کننده دولت و ملت، تاریخ و فرهنگ، طبیعت و عنعنه‌های مردمی به شمار رفته، رشد آن با انکشاف همه‌جانبه ساحه‌های اقتصادی از جمله بخش خدمت‌رسانی و معیشتی و استحصالی مساعدت می‌نماید. طبق اطلاع سال 2025 1.8 میلیون سیاح طریق تمام گذرگاه‌های سرحدی به جمهوری وارد گردیدند که نسبت به سال 2024 301.4 هزار نفر یا 19% زیاد میباشد. طبق تحلیل و ارزیابی از شماره عمومی سیاحان به جمهوری وارد گردیده 1.1 میلیون نفر آنها به شهر دوشنبه وارد گردیده از خدمت‌رسانی‌های معیشتی و سیاحی پایتخت استفاده نمودند. همچنین قید گردید که سال 2025 با مقصد معرفی برندی ملی سیاحی و ترغیب ارزش‌های فرهنگی، خط سیر سیاحی، سیر مهرگان و سیر سده با جلب نمایندگان کورپوس دیپلماتی، دانشجویان خارجی، مهمانان پایتخت و سیاحان خارجی تشکیل و برگزار گردید.